نعليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. أبي هريرة رواية شكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال. رسول صلى الله عليه وسلم فرمود بکی بلال کی است؟ یکی از صحابه های جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بهترین شخصیت عالم اسلام که غلام بودن. غلام خدمتگار امیه ابن خلف بود. زندگی ایشان در درون آغول شترها میگذشت. پیش از اسلامش بسیار زیر آزار اذیت امیه ابن خلف بود. غلام آزاد کرده حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بود. بسیار عاشق پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. پیغمبر به همین بلال خطاب کرد: ای بلال، به عملی که بیشتر امید به آن داشته باشید در زمانی که مسلمان شده اید انجام داده اید برایم بازگو نما، زیرا من صدای پای تو را چی در مقابل خود در بهشت میشنیدم. بلال گفت از همون عملهایی که انجام دادی، گفت همون عملات گفت که برای من قصه که گفت که ترا خداوند شناس شرف و بزرگی داده است که من در درون جنت در شب معراج گفت پیش خودم صدای پای تو را شنیدم. تو چیکار کردی؟ چه عملی را انجام دادی که آواز نعلها که در درون جنت بشنیدم؟ گفت یا رسول الله من کار انجام ندادم. گفت یا رسول الله خود کاری کردگی نیستم که در نظر خود شایسته و عالیتر از آن باشد. خود کاری نکردم. گفت که کیا کنم که کاری بلند مقامتر باشد. لیک چی؟ تا با وسیله آن میتوانم در جلوی پای رسول خدا راه بروم. کاری نکردم. گفت که کاری من سبب شد که برابر پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم بزنم. نه این کار نمی جز اینکه هر ساعتی که وضو گرفتم چه در شب و چه در روز با آن وضو هر چند رکعت نماز چی که بر من نوشته شده از نماز فرض و سنت خوندم. عمل از این نیکوتر در خود نمیبینم. بعضی روایت داشتیم که حضرت بلال من قبلا یک چند روز پیش در بارش بیان داده بودم، در همین مضمون گفته بود که ما او عملی نداشتم یا رسول الله، او عملی هم ندارم که با او فخر کنم که در روز قیامت یا در جنت بر ببر شما آواز پای ما برای. لیکن در یک عمل اندک تکیه دارم که هر وقتی طهارت میکنم 2 رکعت نماز شکر وضو میخوانم. هر وقتی طهارت کرد 2 رکعت شکر وضو خواند. یا که طهارت بکنم از فرض سنت واجب بخوانم. بنابراین نماز هر وقت شما هم طهارت کرده در خانه هاتون 2 رکعت نماز شکری وضو بخوانید. شکری وضو شکر این آب است. آبی که شما خداوند 3 لیتر آبی که داد طهارت کرده این شکر میخورد. اگر یک از خواجگی دهقانی 2 هکتار زمین داشته باشه همین آبی خدا داده، اگر آب بمونه نلاق میگه نلاق آب بوده، پول آب بوده. این آب خدا هست، ملک خدا هست. این میگه پولی آب بوده تو زمین تو آب بوده. بنابراین الله هم چی میگه؟ من تو آب دادم تو طهارت کردی. پولی آب چی است؟ 2 رکعت نماز. مرا پول نده 2 رکعت نماز بخوان. بگو خدا را شکر که مرا تو آب دادی، آب طهارت کرد، تو را عبادت کرد. این نلاق آب است، نلاق طهارت است. 2 رکعت نماز شکر خواندن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید هرگاهی که از شما وارد مسجد شد تا 2 رکعت نماز بخواند ننشیند. اینم نماز تحیه مسجد میگن.
تهیه مسجد هم قاعده شدید است که هر وقت از شما کسی درآمد نشسته باید چه کنه؟ 2 رکعت نماز تهیه مسجد بخواند. لیکن اگر 6 برگردن 6 میشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند آخرین نمازتان را در شب به صورت ویتر بخوانید. نماز آخرمان چی باشد؟ نماز ویتر باشد. ما نماز خفتن میخوانیم، پس خفتن سنت میخوانیم، پس خفتن ویتر هم میخوانیم. برای چی؟ اصلا نماز ویتر نماز آخر شب. بعد تهجد باید خوانده شود نماز ویتر. لیکن از سببی که مردم کار میکنن ماندن شلپرن اعتماد به بیداری ندارن، یعنی اعتماد به چی؟ ساعت 2-3 شب قبل از پیش از صبح استندن باوری ندارن، به خاطر چی واجب است بخوانن، میخوانن بعد میرن خواب میرون. اگر ما با توفیق داد خداوند در ساعت 2-3 شب بخیست تهجد 2 رکعت بخوانن، لیکن اگر کم خواب را بعد بسیاری ها بمدادم نمیخوانن چیز تهجد. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله آخرین نماز تو در شب چی باشد؟ نماز ویتر. پیغمبر چی میخوان؟ رسول اکرم فرض میخواندن اینجا محراب مسجد در درون حجره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرض میخواندن، در اینجا رو میکشیدن میبردن خونه‌شون میرفتن. سنت ها رو میرفتن در چی؟ خونه‌شون میخواندن. اصلا موافق قانون شرط و سنت رسول هیچ نماز سنت در مسجد خواندگی نیست. هیچ نماز نفلش هم در مسجد خواندگی نیست بجز فرض. میگفت مسجد جای فرض است، اما باقی مانده نمازها رو در خانه‌اش میخوان. پیامبر خدا میگفت خانه‌ات رو به منزله گور نگاه نداره. خانه هم میخواد ذکر کنه، خانه هم میخواد تلاوت قرآن داشته باشه، خانه هم میخواد که عبادت شود خالق و مالک شود. بنابراین بعضی نمازات رو در خانه‌هات رو گفتن. اما سببی که ما بیکار کردن نمیتونیم، وقتی که ما فرض خواندیم سنت خواندیم، اگر باید سکوت کرده بیایم تا چی؟ فرض در مسجد بخوانیم، یگان کلمه سخنی از چی؟ از سخن دنیا باید نزد، زیرا که در حریم عبادته. وقتی ما سنت بمداد اگر در خانه بخوانیم بیم فرض باید تقدیم، تا مسجد اگر بیاییم باید ذکر کرده بیم فرض در اینجا بخوانیم، یگان به سخن دنیا نزنیم. یا اینکه اگر سنت پیشینه در خانه بخوانیم ذکر کرده بیم فرض در اینجا بریم سنت در خانه بخوانیم. همه خیلی کرده میتونیم نمیتونیم. برای درخت 10 کس سلام میکنیم، گاو چه خیلی، خر چه خیلی، بز چه خیلی، از همه چیز او میپرسیم. بنابراین وقتی سخن دنیا گفتی تو در حریم عبادت است، سنت باطل میشه، مجبور ایسا بخوان.